اوجیل به دست ما رسید که میخواهم برای شما بینندگان عزیز بگویم در شهر پرم یک شخص نامعلوم وارد دانشگاه شده از اسلحه تیر کشیده است. در این باره خبرگزاری میدوزا با تکیه به شاهدان و خبرگزاری تاس اطلاع داده است. کانال تلویزیونی رن باشد نوارهای را پخش نمود که در آن دیده می شود چگونه دانشجویان خود را از آشیانه دوم به زمین هوا میدهند. تاس با اشاره به ماموریت دانشگاه گفته است که در این حادثه یک نفر مجروح شده است. خود خبرگزاری اینترفاکس باشد میگوید شخص نامعلوم در داخل دانشگاه دولتی پرم به طرف دانشجویان و معلمان آتش کشیده است و در این حادثه تلفات جانی جای داشته است. دانشگاه دولتی پرم اطلاع می‌دهد در نوبت خود که در حمله 4 کس مجروح گردیده است. خبرگزاری 59 نقطه رو نوشته است بازم از قبل دفتر مطبوعات دانشگاه سلاح به دست نامعلوم از اسلحه تروماتیکی آتش کشیده است. ولی بازم یک خبر دیگر هست که در این تیرپرانی 5 نفر به هلاکت رسیده، خود نفر حمله‌گر بازداشت شده است. البته طوری می‌بینید بینندگان عزیز وابسته به این حادثه خبرها زید و نقیض هستند و البته ما این خبر رو پیگیری داریم و بازم تفصیلات رو برای شما میرسونیم و اینم در حالی است که در این منطقه تاجیکان هم زندگی میکنند. بینندگان عزیز خبرهای ما رو پیگیری کنید، ما شما رو حتما در جریان خواهیم گذاشت.